در موج برنامه اطلاعاتی خبر. سامان ایر چرخبال روسیه می-8 را خریدو در مسیر دوشنبه بدخشان سنجید. نوبرابری قرض خارجی تاجیکستان از استحصالات 2 برابر زیادتر است. نشر کتابی سراسمی بوستون پنجکنت قدیمه و نوین. وزارت انرژتیک ازبکستان خبر قطع انتقال گاز به تاجیکستان را رد کرد. افزایش اهالی در کشورهای آسیای میانه. با شرح پوره خبرها با شما هستم مهندس مولوی‌وا. سلام. شرکت هواپیمایی سامان ایر پارک خود را با چرخبال روسیه توسعه داد. خبر می‌دهد کاتبات شرکت. بنابر اطلاع منبع شرکت چرخبال می-8 AMT را از روسیه خریده است که آن را کارخانه اویاسیونی اولان اوده هلدینگ ورتالیوت رسی چرخبال‌های روسیه استحصال شده است. چرخبال در شرایط گوناگون اقلیمی از جمله نمی بلند، حرارتی پست، شمالی سخت و تمان خود را خوب نشان داده است. چرخبال می-8 AMT برای اجرای وظیفه‌های گوناگون از انتقال مسافران و بارهای کلان حجم تا عملیات‌های جستجویی و نجات بخشی مطابق می باشد. افزوده است منبع میگوید چرخبال امکان انتقال تا 24 نفر مسافر را داشته، اقتدار باربرداریش تا 4 تن و دوری پروازش تا 800 کیلومتر می باشد. حجم قرض خارجی تاجیکستان از حجم محصولات صنعتی در جمهوری استحصال شده در 7 ماه سال روان بیشتر از 2 مرتبه زیادتر است، می نویسد اوستا با استناد به وزارت مالیه کشور. طبق آمار حجم استحصال محصولات صنعتی در این دوره زیاد از 1 میلیارد دلار و حجم قرض خارجی تاجیکستان نزدیک 4 میلیارد دلار را تشکیل داده است. از این معلوم می شود که حجم قرض خارجی تاجیکستان از حجم محصولات صنعتی در کشور استحصال شده از سال روان بیشتر از 2 مرتبه زیادتر است. طبق اطلاع کاتبات حکومت ولایت سوخت کتاب سراسمی بوستون پنجکنت قدیم و نوین از 5 باب عبارت است و به مناسبت جشن سراسمی بوستونی انتشار گردیده اوید به تاریخ کهن پنجکنت قدیم، قهرمانان و بزرگان این سرزمین، همچنین دوران نوین ترقیات آن مطلب‌ها را فرا گرفته است. منبع افزود که کتاب برای محققان، تاریخ نگاران، عموما دوستداران تاریخ خلق، آموزگاران و دانشجویان، عامه وسیع خوانندگان مفید می باشد. رئیس ولایت سوخت رجبای احمدزاده در سرسخنی کتاب تاکید کرده است که تجلیل 5500 سالگی سراسمی بوستونی و 700 سالگی کلاسیک ادبیات جهان کمال خوجندی که از جانب سازمان بین المللی فرهنگی یونسکو خوش استقبال گردیدند، زمینه‌های مهم سیاسی، علمی و فرهنگی و تشکیلی و بنیادی را به وجود آوردند که سال روان با قرار این نهادی با نفوذ جهانی به طور شایسته تجلیل کرده می شوند. وزارت انرژتیک ازبکستان گفته است خبرهایی که در اینترنت پیدا شدند که گویا گاز کشور ازبکستان در حال حاضر به تاجیکستان انتقال داده نمی شود با واقعیت موافقت نمی کند آمده است در اطلاعی نشر کرده کاتبات این نهاد. با اطلاع منبع انتقال گاز از ازبکستان به تاجیکستان طبق نقشه ادامه دارد. طبق معلومات عملیاتی در 8 ماه سال 2020 با کشور همسایه زیاد از 139 میلیون متر مکعب گاز طبیعی انتقال داده شده است. افزوده است منبع. این نهاد گفته است که تا آخر سال طبق شرطنامه انتقال 200 میلیون متر مکعب به نقشه گرفته شده است. تاجیکستان از روی سرعت افزایش اهالی میان کشورهای آسیای میانه در مقام سوم قرار دارد. افزایش اهالی سالهای اخیر در همه کشورهای آسیای میانه ثبت شده است. سر اهالی ترین میان کشورهای آسیای میانه ازبکستان می باشد که با اطلاع کمیته بین دولتی امور اتحاد دولت‌های مستقل به حالت اول سال 2020 در این جمهوری 33.9 میلیون نفر زندگی می‌کردند. در قزاقستان 18.6 میلیون نفر، در تاجیکستان 9.3 میلیون و در قرقیزستان 6.5 میلیون نفر ثبت شدند. سامیانی عزیز، در همینجا برنامه اطلاعاتی خبر به پایان میرسد. برای هر یک شما تنزیتی و نکنامی را خواهانیم. خیر. برنامه اطلاعاتی خبر از رویدادهای تاجیکستان، منطقه و جهان آگاه باش. با کانال ما ابونه شوید و پهن کردن ویدیو را فراموش نسازید.